خیلی شناسیده گب زن خیلی چیزا یا برنامه پروردگار بکشمون هر دو تا بکشم تر من وقتا میگم برادر عزیز شما برای کی زندگی میکنین همه آدمای بزرگ را نگاه کنین آدمای پولدار را نگاه کنین آدمای منصبدار را نگاه کنین همه همونا یک دعای مادر گرفتگی اند موفق شدگی هم اون شخصایی که موفق هستند بعد در آدم با بکون میزنن اون شخصایی هستند که نه مادر احترام میکنن و نه پدر ها یعنی قدری پدر و مادر اخچه نمیدونن پول مستش میکنه هوایش میکنه رنگی بعضی بلوگرای مو پرسموتر میبیند اونجا رو گم میکنه نمیدونن خطی چه خیلی گپ زنه عیناً انمی پولم مثل انمونایی که همون پول دستش میاد رو گم میکنه نمیدونه که مادر احترام مادر چقدر احترام پدر چقدر هر چیزی که بیوه زنش گپ میزنه همون کارا میکنه اینا پدر لعنتا هم خیلی اینا بیروزی که شما میبینین گوری 24 برای ای ناموس گپ میزنه بیروز این دختر شما در گوره بخش کردگه من را خطیش فهموندم چه گفتم چه من شاید بعضیاتون بود دیگه خیلی بفهمین مایلش یک گپ تون میگم این بیروز زنش از زنی حلالی که زندگی میکنه در آلمان در ما اروپا قطعی افغان قپیدگی های همی بیروز زنی زندگی میکنه چه قطعی افغان قپیدگی های همون افغان خودش بددهنی خودش همه چیزا را با اثبات با دلیل گپ زد که همین خیلی مقصد یعنی که در اروپا این مسئله خاطر یگان چوره‌جویی نمیکردند به چه خاطر که اونجا دموکراتی بوده هر کسی هر چیزی میخواسته به خواهش خودش میکرده به همین خاطر برادر عزیز این میبره ای ناموس گپ میزنه اول ناموس خود چه حمایت کنه سلام سلمان چه خیلی خوبی سلمان جان کار خوب نمیکنی تو ینگه گوشیش خاموش کردی من نمیتونم زنگ بزنم حالا چیکو یک کار کن گوشی بهش بده سخنهای خوب میزد خدای شبایش خوابم نمیآیه حالا بیخی بیخواب شدیم معتاد ینگه هستیم ای سخنهای خوب میزد حرف میزدیم دوتای ما دوست داشتیم یک دیگه با هم خیلی دیگه دوست داشتیم تو یک گوشی بهش بگی جان تو گوشیش تو گرفتی از دستش یک گوشی بهش بده که ما حرف بزنیم نکو سلمان تو خیلی ناجوان هستی چی کار کنیم سلمان تو آدم خوبی نیستی فکر کنم عیناً همین بعضیاش که میبرن ایریش دفاع میکنن بچه خاطر که خودشون یا نه حضرت اسلام یا که مقصد گروه 24 برای چی خودشون ریش نمیمونن وقتی که روسیه و اوکراین جنگ شده شما فقط روسیه را گنده میکنن اوکراین را بالا میبردارن که دو مقصد او مسلمان هستن تیم کیو جنگ کردن برای چی حاضر مقصد نمیبرن ابنای پلاستین گپ نمیزنن پلاستین دا برای چی برای که برادر عزیز این پاتا اگر که گپ زنن اینو خودشون اینو ما با میگم که با منفعت مسلمان با منفعت تاجیک با منفعت ملت با منفعت فرزند اینو نیست اینو فقط خودمون میگن خودمون تمام دیگه گپ نیست اینو همین خیلن برادر عزیز شما به این شخصیت ها باور نکنید به الله قسم شرمنده تون میکنن اینو وقتی که قطعی اینو یک همکاری میکنی یک میبرن پوبلیچنی بیا چهره تنشان تو میگن اهمیت میتی چهره تنشان وقتی قطعیشون همکاری که میکنی الله اکبر تمام